با درود بر شما دوستان عزیز، قسمت دیگری از کتاب زمان انتخاب نوشته شاهنشاه رضا پهلوی رو براتون میخونم. سوال: اما آیا دلبستگی بیشتری به اسرائیل دارید که توانسته در گوشه‌ای از همان بیابان‌های کشورهای همسایه طی 60 سال گذشته کشوری دموکراتیک و مرفه بسازد؟ جواب شاهنشاه: نتیجه کار مردم اسرائیل طی 60 سال قابل تحسین است و حیف است که کل منطقه ما نتواند از این سرمشق بهره ببرد. موفقیت اسرائیل مبتنی بر نبوغ یهودیان است. در کل جهان و بسیار پیش از تأسیس دولت اسرائیل، یهودیان در عرصه‌های مختلف علوم، فلسفه، معماری و هنر ادای سهم کرده‌اند و این همه مایه افتخار یهودیان است که مورد احترام و ستایش من هم هست. اما این هیچ ربطی به مسئله فلسطین ندارد و ستایش اسرائیل نباید از انتقاد به بی‌عدالتی‌هایی که این کشور مرتکب می‌شود ممانعت کند. برخی همانند احمدی نژاد و افراطیون جهان عرب نیت و انگیزه‌های ضد یهودی دارند، اما بسیاری از کسانی که به اسرائیل انتقاد می‌کنند، از جمله برخی از خود یهودیان، این کار را شرافتمندانه و صادقانه انجام می‌دهند و مایل به همزیستی میان دو دولت هستند. سوال: آیا به عنوان یک مسلمان هرگز از این موضوع ناراحت نشدید که یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین مستقر است؟ برای من این مسئله سیاسی نه مذهبی، یعنی مسئله است مربوط به صلحی عادلانه که میبایست از میان احترام و شناسایی متقابل میان دو دولت برخیزد. شکی نیست که در این سرزمین دولتی یهودی میتواند وجود داشته باشد، اما باید یک دولت فلسطینی نیز در این همین خاک موجودیت یابد. سوال: آیا پدر شما به رسمیت شناسی عملی اسرائیل در سال 1948 درست عمل کرد؟ آیا او باید فراتر از این میرفت و رسما اسرائیل را به رسمیت میشناخت، یا او مرتکب اشتباه شد به این معنا که اقدامش او را از جهان عرب و مسلمان که در آن وقت بسیار مخالف تأسیس دولت اسرائیل بودند جدا کرد؟ جواب شاهنشاه: